هر زمانی که این لایو رو نگاه میکنید میخوام از فضایی بیاید که اینجا این انرژی که در اینجا ساخته میشه یک انرژی سیکرت یا مقدسه. همه الان میخوام در نظر بگیرین که کفشاتون رو در آوردید، کفشاتون رو در بیارین، بیاید روی زمین بشینید، همه دور همدیگه تصور بکنین که همه ما کفشامون رو در آوردیم، با لباس سفید و روشن دور هم در یک دایره نشستیم و تصور کنید که آتیش این وسط روشنه. حالا در عین حالی که نشستید میخوام همتون تمرکزتون رو بیارید روی آتشی که در این وسط داره شعله ور میشه. فقط خالی تصورتون رو بیارین روی این آتیش و وقتی که این شعله های آتیش دارن میسوزن دارین شما صدای هر از گاهی آتیش که میپره تق تق اون جرقه های آتیش رو میشنوید. فقط تمرکزتون رو بیارید روی آتش. در عین حالی که این آتش داره میسوزه و صدای چق چق پریدن شعله ها رو احساس میکنین، من در ذهن خودم آهسته آهسته به طرف آتش میرم و مثل اون موجودی که میره به طرف یا پشه‌ای که میاد به طرف آتش و میسوزه، در این لحظه میخوام همتون تصور کنین که وقتی میان توی این آتیش فیزیک شما آتش میگیره، ذهن و منیت شما در این آتش میسوزه و شما اون مرگ ایگو و ذهن رو تجربه میکنید. در این زمان که من مرگ رو تجربه میکنم آگاهم که من اترنالم، من همیشه هستم و اون تولد جدید برای شما اتفاق میفته. با مرگ منیت و ذهن، با مرگ منیت، نفس و ذهن، تو 2 مرتبه متولد میشی خارج از تمام هویت‌های منیت و ذهن. به محضی که تو در این فلیم یا در این آتش قرار میگیری، هر آنچه که تا به حال از خودت میشناختی ناپدید میشه. اولین چیزی که میفته اسم توه، فامیل توه،
زن یا مرد بودن توه، دختر این یا همسر اون یا فرزند این یا فرزند اون، همه اینها میریزن. هر آنچه که هویت تو بوده تا به امروز، تو کیستی؟ تو چه کسی بودی؟ از شغلت، از کارت، از حرفت، از نقشت در این دوران. همه و همه در این آتش میسوزه. فقط همینجا بمونید. در این زمانی که من به این آتش نگاه میکنم و این شعله های آتش که هر ثانیه بیشتر و بیشتر فوران میشه، فوران میشه، تمام بخش های منیت و نفس من در این آتش میسوزه. اسم من، فامیل من، جندر من، زن یا مرد بودن من، هویت من، تمام داستان زندگی و خط زندگی در این برنامه میسوزه. در این آتش که من و تو بهش نگاه میکنیم و خیره شدیم، زمان تولد من، کودکی من، نوجوانی من و هر سنی که تو تا به امروز خودت رو میبینی، تمام اینها در اون میسوزه. ستوری لاین، داستان زندگی، خط زندگی. اگر که تمام این داستان از زمان تولد تا این لحظه در این آتش میسوزه، پس دیگه هیچ کارمایی وجود نداره. تمام زندگی های قبلی، تمام انسان هایی که در زندگی من و تو آمدند و رفتند، تمام نقش هایی که تو برای دیگران بازی کردی و تمام نقش هایی که دیگران برای تو بازی کردن، در این آتش میسوزه. هیچ کارمایی در کار نیست. به شعله های آتش خیره شو و عمیق‌تر و عمیق‌تر به این شعله ها نگاه کن. ببین چطور تمام بخش های تو، تمام افکار تو، تمام باورهای تو، تمام زندگی تو در این آتش، در این فلیم، در این شعله های آتش میسوزه و خاکستر میشه. الان میخوام که همتون فقط به شعله های آتش خیره بشید و فقط نفس هاتون رو توجه کنید. ریتم دم و بازدمتون رو نگاه کنید و میخوام در این لحظه آگاه باشید که یک قدرت برتری، یک کانشسنس
یا شعور و آگاهی برتر همه چیز رو در نظم خودش داره جلو میبره. نگاه کنید به اون نظم برتر کائنات. تمرکزتون رو بیارید روی این که وقتی که تو در فیزیک نباشی، وقتی که محدودیت‌های فیزیکی که منیت و نفس در اون هست از بین بره، تو چقدر سبک میشی. به محضی که ذهن و منیت ناپدید میشن، تو آگاه میشی که اصل تو کیه یا چیه. تو آگاهی که تو کل کانشسنس، شعور و آگاهی جهان هستی هستی. تو الان در این لحظه آگاهی که آگاهی. این لحظه که پر تو آگاهی. الان میخوام همه‌تون تمرکزتون رو بیارین روی آگاهی. آگاهی در تو هست، آگاهی در همه جا و همه چیز هست و هیچ جایی نیست که آگاهی حضور یا وجود نداشته باشه. لطفاً همتون کسانی که با من هستید بنویسید که من آگاهم که آگاهم. من به آگاهی خودم آگاهم. من آگاهم. من آگاهم. من آگاهم که آگاهم. من آگاهم که آگاهم. آگاهی در همه جا هست. مگه میشه ذره‌ای از این کل جهان هستی باشه که آگاهی درش نباشه؟ من ذره‌ای از این جهان هستی هستم. من آگاهم که آگاهم. من از آگاهی جدا نیستم. امکان نداره که من آگاه نباشم. وقتی که آگاهی در کل جهان هستی هست، پس من هم آگاهم. حالا میخوام در این ثانیه هممون آگاه باشیم
که آگاهی در حال حاضر در اینجا چه حسی داره. میخوام هممون آگاهی رو حس کنیم. اگر که آگاهی یک رنگی داشت و ما میتونستیم آگاهی رو ببینیم، آگاهی چه رنگی بود؟ آگاهی آیا سفید بود؟ بنفش بود؟ سبز بود؟ آبی بود؟ یا اینکه آگاهی رنگین کمان بود؟ اگر که آگاهی یک شیپی داشت چجوری بود؟ آگاهی گرد بود، لوزی بود، مستطیل بود، صاف بود؟ اگر آگاهی یک شکل داشت چه شکلی بود؟ دایره، لوزی، مربی یا مربع؟ مرسی برای همه بچه‌هایی که فالو میکنید. مرسی برای همتون که بجت میخرید. کروی، اوکی، خط مستقیم، آگاهی شکل خاصی نداره، هر مدلی ممکنه باشه. اوکی. اگر که آگاهی یک جنسی داشت چه جنسی بود؟ نرم بود، خشک بود، سیلکی بود، زبر بود؟ اگر آگاهی یک جنسی داشت جنسش چی بود؟ لطیف، نرم، پر از لطافت. عالی. خب حالا میخوام که تویی که در حال حاضر این شجاعت و تراست و باور و ایمان رو داشتی که با من قدم بزنی و وارد این آتش بشی بدون هیچ ترسی، دوباره خودم رو تکرار میکنم. تویی که این یقین و ایمان و باور رو داشتی که با من از ترست عبور پیدا کردی و اومدی خودت رو در این آتش انداختی برای تحول. حالا میخوام آگاه باشی که پاداش این یقین و باور و اعتقاد و اطمینانی که تو به جهان هستی داشتی و به خاطر اون ایمان و یقین و باورت از ترست عبور کردی، حالا در این لحظه میخوام متوجه بشی که در این تولد جدید تو فقط و فقط کانشسنس، شعور برتر یا آگاهی است. حالا من میخوام که اگر که 2 مرتبه در این تولد جدیدت
یک فیزیکی گرفتی، میخوام در تمام فیزیکت آگاهی رو حس کنی و زندگی کنی. I'm speaking Persian, Farsi. I have an English page. It's Sudi_Burnett. No. Interesting. بچه ها، این لایو راجع به اینه که شما کاملا در این لحظه حضور داشته باشید. راجع به مشکلات، راجع به پولدار شدن نیست. فقط در این لحظه خالیه، خالیه، خالی. یادتون باشه دوستان که هر کاری که تا به امروز کردیم، هر روشی که پیش بردیم، هر چقدر تلاش کردیم، موقعیتمون این شده که الان هست. پس اگر شما آگاه باشید که اون سیستمی که تا به امروز پیش رفتیم کار نکرده، پس ما انسان‌های باهوش متوجه میشیم که باید یک روش دیگه ای رو پیش ببریم. درسته؟ خب اون روش رو من الان دارم بهتون میدم. اون روش چیه؟ آگاهی
که در جهان هستی، در کل کانشسنس، در شعور و آگاهی برتر فقط یک چیز هست و اون آگاهیه و تو از این کل آگاهی جدا نیستی. سوالی که میخوام از خودتون بپرسین الان این هستش که چه کسی، لطفاً اینو برای من بنویسید، چه کسی من رو از آگاهی برتر جدا میکنه؟ برای من بنویسین اون چیه یا کیه؟ چه کسی من رو از آگاهی برتر جدا میکنه؟ منیت، افکار، ذهن و منیت. اوکی، آفرین، ذهن و منیت. از صبح تا شب آگاه باشید که اون کسی که تو رو، آنتنهات رو از جهان هستی جدا میکنه ذهن و منیته. اون کسی که روز بعد از روز یک فیلمی رو که تو دوست نداری، کودکی، نوجوانی، ضربه هات، زخمات، تراماهات، نخواسته هات، اشتباهات، تمام اینا رو هر روز داره برات پلی میکنه. این ذهن و منیت پول رو ازت میگیره، ثروت رو ازت میگیره، بچت رو ازت میگیره، پدر مادرت رو ازت میگیره، پارتنرت رو ازت میگیره. آگاهید که همه اینها ذهن و منیته. خب حالا میخوام یک لحظه با من باشید که بهتون نشون بدم که اگر که بتونیم از این ذهن و منیت جدا بشیم، اون وقت تجربه من و شما چی میشه؟ کی میتونه به من بگه اگر که من و شما از ذهن و منیت جدا بشیم، اگر این دستگاه ذهن رو که دائما بهتون میگم بچه ها شما افکارتون نیستید، اگر شما افکارتون بودید، پس اگه الان من به شما بگم 1 دقیقه فکر نکن، تو میتونستی فکر نکنی. درسته؟ اگر که افکار دست تو بودند، آیا تو از صبح تا شب افکار خوب و مثبت و عشق و آرامش و رضایت و همدلی و یکی بودند نمی ساختی؟ پس آگاه باش که این افکار مال تو نیستند. این افکار در یک دستگاهی به اسم ذهن توسط ذهن دائما این ماشین فکتوری، کارخونه تولیدی فکره. فکر 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 فکر. آیا تو میتونی برای 1 دقیقه با این افکار یکی نشی؟ من آبپز نمیشم، دارم فقط عرق میریزم. این دوتا با هم فرق دارن بچه ها. من دارم شرشر عرق میریزم، خب
اما این فیزیک منه که داره شرشر عرق میریزه. در درون من یک جاییه بچه ها که اونجا همیشه سایلنته، ساکته. در این درونه همیشه ساکته، همه چیز عالیه و یک نوری از اون زیرش دائما داره میزنه بالا. فیزیک من داره عرق میریزه، اما من به فیزیک وصل نیستم. من الان کاملا اینجا حضور دارم و با تو هم. من میخوام همتون رو دعوت کنم که با من بیاین به درون، این سکوت رو تجربه کنید. همین الانم میتونی تجربه کنی امیر جان، همین الان تجربه کن. مرسی امیر برای فالو کردن. چطوره که همین الان اون لحظه ای باشه که من و تو این رو تجربه کنی. الان خودتو خالی کن. علیشا مرسی برای فالو کردن. همین الان بچه ها، همین الان، این ثانیه، از این توهم دنیای مادی و اون توهمی که این ذهنه برای شما میسازه، تمام اون پرسپشنای اشتباه که الان بیرون جنگه، الان با این جنگ چه کار کنیم، الان وضع اقتصادی خرابه، با این بیپولی چی کار کنیم، الان ایلومینیتی ها 1% ها الان همه دنیا رو دارن تسخیر میکنن، با اونا چی کار کنیم. برای یک لحظه همه اینا رو رها کنیم. در این لحظه خودت رو خالی کن. خالی خالی با من بیا. در این لحظه خودت رو از دنیای مادی جدا کن. از اتفاقهای بیرونی جدا کن. این لحظه لطفاً همه برای من بنویسین که از این لحظه به بعد من درون رو انتخاب می کنم. از این لحظه به بعد من دنیای درون رو انتخاب می کنم. از این لحظه به بعد من دنیای درون رو انتخاب می کنم و با من بیاید به درون. این یک دعوتنامه است. بیا با من به درون. تو دعوت شدی. این لحظه تو دعوت شدی. بیا به درون. بیا این سکوت رو تجربه کن.
من باید این غروب خورشید رو دوباره به شماها نشون بدم بچه ها. نمیشه آخه این غروب رو ندید. ببینید، صبر کنیم ببینم من میتونم اینو بکشمش بالا. تا شما داریم میان درون، چی میگی؟ تا داریم میان درون بذار ببینم من اینو میتونم بکشمش بالا. Over there I think. That's not that. It's the other one. طلوع خورشید. صبر کنید. You need to move that up. آفرین. از این لحظه به بعد من دنیای درون رو انتخاب می کنم. بفرمایید. این هم طلوع خورشید.